سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال من خیلی خوش اومدید. امروز آوردمتون به یه ویدیوی دیگه که میخوام راجع به چند تا از دوستان‌های قم صحبت بکنم که جاهای مخفی قم، یعنی اگه قراره دیت اول یا قرار اول برید جا یا از شهرستانی جایی اومدید دنبال یه جای خلوت آروم هستید، دوستانا هم خلوته، هم تمیزه، هم بزرگه. با من همراه کنید. چرا اسم این بوستان رو میگیم بوستان مخفی؟ چون 90% خود اهالی شهرمون هم نمیدونن که این بوستان اینجا هست. هم خیلی بزرگه، هم سرسبز و دارن بهش رسیدگی میکنن اینجا رو. آدرسش هم انتهای ویدیو بهتون میگم. که میگم دوستان به بوستان دارم میرسم به خاطر اینکه داخل بوستان باغ انار هم داریم. اینا انارای شیرینه که انقدی میشه، ولی خب هنوز نرسیده، یه ما دو ماه دیگه انشالله. خودم اینجا چند بار اومدم انار چیدم، نمیگم دزدیده. اینقدر هوا گرم با بوده است که اصلا نفس کشیدن هم سخت شده. اون برو بگیر سطح شهر اگه میتونی پیداست. اخباری که من شنیدم قراره یه دونه از این چیزا هست، بگو اسمشو، توی چارلی دره مشهد سوار شدیم، چی بود؟ تلستیج. قراره از اون کوه بزنن به اون کوه. حالا نمیدونم اون کوه به اون کوه یا یه کوهی به یه کوه دیگر قراره یه تلستیج درست بکنن که کل شهر زیر دیده اون کسی که اون بالا داره سوار میشه و لذتش رو میبره اگه درست بشه. چون خیلی سال قولشو دادن اینجا یه آب نماست که دیدید تصویرشو، ولی خب چون تو خوشسالی هستی متاسفانه روشن نمیکنن. پارکش هم ته نداره دیگه، میره تا پای همون کوهی که اونجا هست. خب دوستان این پارک رو با هم دیگه دیدیم دوستان و این دوستان اسمش بوستان دفاع مقدسه. همون که خیلی خلوته، حتی با اینکه امروز تقریبا آخر هفته هم هست بازم خلوته.
اون پایین چند تا از ادوات جنگی هم هست، بریم فیلمشو با هم بهتون نشون بدم. آدرس این پارک هم میدون مفید به سمت صفا شهر که میرید دور برگردون و دور میزنید به سمت دوباره میدون مفید. یه خروجی داره که زده موزه دفاع مقدس، اونو که بیایید بالا میرسید به این بوستان. اینقدر جاش دنج و ساکته، اونجا یه نفر گرفته خوابیده با دوست دخترش با بچه‌ش. اینجا موزه دفاع مقدسی که بهتون گفتم ادوات جنگی. الان میریم پایین، فیلمشو براتون میذارم نگاه بکنید که وسایل جنگی گذاشته. یه دیگه سوت پایینه، فکر کنم مال دشمنان. موشک سجیل هم میده اونجا یه دونه موشک سجیل فکر میکنم که گذاشتن. نه همش نمادین ها، اصلا چیز نیست. اونجا یه دونه دوباره لاشه هواپیمای جنگی فکر میکنم. چقدر باحال دفاعی رو چجور ساختم واسه ماش. این ماشین سنگر میگرفتن دوستان که چی الان رگباره؟ چی اسمش؟ تیربار هوایی افسوس پدر. لاشه هواپیمای فکر میکنم جنگیه. هیچ نشونه ای از باریه، ولی باریه سوخرسانه. از کجا فهمیدی؟ فکر میکنم آره دقیقا سوخرسانه. اینه که تو بالا سوخت میرسونم به هواپیما. تو آسمون سوخت میرسونم. ببینید دقیقا سوخرسانه. یه داخلش هم بگیر. ترسناکه، چرا هم بند و بساط داره.
عکس هم میگم بغل بنداز. واقعی همچین هواپیمای آدم میترسه سوار شه. ماکی چیه؟ واقعیه تابلو واقعیه. اونا هم واقعیه. اینا ماکه. بده قیافش هم ترسناکه. آره. یه دریاچه کوچولو هم اینجا تشکیل. قشنگ. جا میگه بوستان میگن صفای خیلی جای دنج و با صفاییه ولی خب یه ذره بیشتر از اونجا هم قشنگه ولی هوای کثیف فکر نمی‌کنم اصلا قشنگه با من همراه باشید دمتون گرم. لوله شو